با تشبث راهبریت وزارت کارهای داخلی در کالج میلیسیای شهری کولاب و تالارهای دانشگاه دولتی کولاب به نام ابو عبدالله رودکی مسابقه انفرادی و دستوی از نمودهای فوتبال خرد، تنیسی روی میز، ششکه و شاهمات بین کارمندان شعبه‌های وزارت کارهای داخلی و جوانان و نورسان منطقه کولاب برای دریافت جام وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تحت شعار آبادی دیار مرامی ماست تشکیل و برگزار کرده شد. در دور نهایی مسابقه فوتبال خرد دسته شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مومن‌آباد و تعلیم گیرندگان کالج میلیسیا شهر کولاب جریان گرفت که در این سابقه دسته کالج میلیسیا در شهر کولاب غالب آمد. همزمان مسابقه ها از نمود ششکه و شاهمان نیز با اشتراک دسته های شهر و ناحیه های منطقه کولاب برگزار شد که در این نیروسنجی ها ورزشکاران در هیئت دستوی و انفرادی معین کرده شدند. یادآور می‌شویم که مسابقه های مذکور عنعنوی بوده هر سال با جلب وسیع نورسان و جوانان و ورزشکاران کسبی در شهر و نواحی منطقه کولاب راه اندازی می‌شوند. مسابقه فوتبال خرد بین کارمندان قسم منطقوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان جام وزیر کارهای داخلی بخشیده به روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در چورابینی نخست غالبان مسابقه ششکه و شاهمات از جانب مسئولین وزارت کارهای داخلی کشور با نشان افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس گردیده سرفراز گردیدند. اطلاع داده شد که در مسابقه فوتبال خرد 32 دسته در دو منطقه مبارزه برده. قهرمان مسابقه دسته کالج میلیسیا در شهر کولاب، جای دوم نصیب دسته شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مومن‌آباد و زینه سوم باشد دسته شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه واسه اشغال نمود که با دسته غالب و دیگر جایزه‌داران جام و نشان و افتخارنامه‌های شورای جمعیتی دینمای وزارت کارهای داخلی در منطقه کولاب تقدیم گردید. یک قطار سابقه داران، مربیان و مسئولان ساحه برای تشکیل مسابقه ها در سطح ضروری با تحفه‌های تشکیل کنندگان چورابینی قدرشناسی گردیدند. دسته فوتبال بازان کالج میلیسیا شهر کولاب همچون دسته بهترین در آخر مراسم با تنتنه با جام وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان قدرشناسی گردیدند.